شمایی که تقدس محمد در ذهنتان به این اندازه زیاد شده که خودتان را فراموش کردید، شمایی که نمیدانید این محمد چه کسی بوده، بخوانید سیره ابن هشام را، بخوانید صحیح بخاری را، بخوانید صحیح مسلم را، بخوانید تاریخ اسلام را، بخوانید برخورد پیامبرتان را با زنها، با مخالفین، برخورد پیامبرتان را با زنهای خودش بخوانید. این که از ملا میشنوین پیامبر ما بسیار مهربان بوده، ملا براتون میگه. خب خودتان کتاب باز کردین، سیره ابن هشام را خواندین، سیره ابن اسحاق را خواندین، تاریخ مغازی، تاریخ جنگ‌های محمد را خواندین؟ نخواندین که. ملا براتون گفته. چی میدونین که ملا راست میگه یا دروغ؟ ما که برایتان از پیامبرتان وقتی رفرنس میاریم، در صحیح بخاری گفته که در یک شب با 11 تا زن سکس میکرده. در یک شبانه روز 11 تا زن، بر 11 تا زن دخول میکرده، یک بار غسل میکرده. یعنی از یک زن با زن دیگه که میرفت سکس کنه، نزاکت هم بلد نبوده، نظافت هم بلد نبوده که آلت تناسلی خودش شستشو کنه. مستقیم میرفت بر زن دوم دخول میکرده. بعد از